اطلاعات کامل و نهایی در مورد گرفتن تذکره غیابی برای اتباع افغانستان که خارج از افغانستان هستند. چند روز قبل من یک دو سه تا ویدیو گذاشتم در مورد شرایط گرفتن تذکره غیابی و بعد از اون تعداد زیادی از همشهریای ما در مورد شرایط پرسان کردن. یک مقدار ما معلومات خود اضافه کردیم، از اداره احصایه دوباره رفتیم پرسیدیم، از جنگلک و همچنین از سفارت افغانستان توی کشورهای دیگه، توی تهران، مشهد و آلمان پرسیدیم و یک سری معلومات نهایی گرفتیم. در خدمت شما هستم با این معلومات. برای گرفتن تذکره غیابی فقط باید یکی از اقارب اصولی پدری شما در افغانستان باشه، بدون این امکان نداره. اقارب اصولی پدری یعنی کسی که باید توی تذکره از طریق پدر یا پدر بزرگ به شما بخوره، یا باید اینجا پدر بزرگتان باشه یا پدرتان یا کاکایتان یا بچه کاکایتان یا برادرتان. اقارب اصولی مادری هم نمیشه، مثلا مامای شما اینجا باشه یا خاله شما باشه نمیشه. فقط اقارب اصولی پدریتان باید حتما در افغانستان باشه تا بتونه برای شما تذکره غیابی بگیره. حالا شرایطش چی است؟ کسانی که توی ایران هستید فعلا متاسفانه وکالت خط نمیده. این اطلاعیه که در زیر میبینید اطلاعیه که توی سفارت افغانستان در تهران است و این یکی اطلاعیه که میبینیدم اطلاعیه سفارت افغانستان در مشهد است. هیچ کدوم اینها فعلا برای صدور تذکره غیابی وکالت خط نمیدن، پس باید منتظر باشید. اما کسانی که در خارج از ایران هستید، مثلا در اروپا هستید یا آلمان، اول میرید به سفارت مراجعه میکنید و یک همچین وکالت نامه ای را از سفارت میگیرید. گوش این وکالت نامه یک چیزی است به نام نمبر مکتوب. نمبر مکتوب ارسال میشه اینجا به وزارت خارجه. بعد اون اقارب اصولی شما که در افغانستان هست، ما را وزارت خارجه نمبر مکتوب را نشان میده، براش یک همچین برگه ای را میدن که در تصویر میبینید. وقتی این برگه را گرفتید میتونید برید اداره احصایه و تذکره غیابی را بگیرید. پس بدون اقارب اصولی پدری تذکره غیابی نمیشه. لطفاً بیشتر از این سوال نکنید. خیلی هم گفتن آقای رضایی ما میخوام شما را وکیل بگیریم برای ما تذکره بگیرید. من نمیتونم، چون باید حتما اقارب اصولی پدریتان باشه. این بود معلومات نهایی در مورد تذکره غیابی، انشالله که به دردتان خورده باشه.